سلام بچه ها، حالتون چطور؟ من محمدم و امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه در چنل مای جی تی ای. خب امروز میخوایم بریم یادتون بدم که چطور فقط با یه برنامه همه سرورها رو بیارید و آموزش نصب جی تی ای سن اندرس رول پلی هم هست. خب بچه ها، این برنامه ای که میبینید الان فقط مخصوص سرور آلفاست، ولی خب ما بریم یادتون بدیم که چطور همه سرورها رو بالا بیارید. خب بزنید بریم. اول از همه چیز باید شما برید تو گوگل پلی و سرچ کنید سمپ. چی نوشتم؟ سمپ. خب درجا براتون بالا میاره، همین اولیه نصبش کنید. خب داره نصب میشه. در حال نصب. خب بچه تا نصب میشه بگم حتما چنل من سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید و اینکه لایک بدید به ویدیو و یک کامنت هم بذارید، هرچی بود مرسی. خب نصب شد. میریم داخلش. اینجاست سمپ لانچر. خب بچه الان برای من این گزینه الان سبز شده چون من قبلا فایل اینو دانلود کردم و داشتم. برای من سبز شده، اما برای شما اینجا یه نوشته قرمز میاد. خب و این زیرش اینجا نوشته دانلود. خب یه دانلود علامت این زیر میاد، دقیقا زیر همین نوشته که مال من نوشته مودیفای مود اکتیو. خب میزنید روش و دو نسخه میاره. یک نسخه اصلی نوشته، یک نسخه هم نوشته لایت فکر کنم. خب شما اون نسخه که اصلیه و 2 گیگ هست، خب اون یکی 600 مگابایت. از روی نشونتون بدم که 600 مگابایتی لایت محسوب میشه و 2 گیگ عادی. خب بچه ها شما 2 گیگ رو دانلود کنید. اوکی، چون 2 گیگ فایل اصلیه و به نظر من اصلی همیشه بهتر از همه چیزه. خب این که تموم شد اینجوری مثل شما سبز نشون میده و شما میرید تو بخش سرورها ای پایین. بچه ها تا وقتی که این دانلود برای شما کامل نشده باشه تو بخش سرورها نمیتونید برید. خب میاد بخش سرورها، این همه سرورها هستن اما خب گشتنش بدبختیه. شما میرید تو بخش فیوریت چیه، میرید توش و خب اینجا الان من سرورها رو دارم ولی برای شما بگم چطور بیاریدشون. خب میرید توی اینجا اد سرور نوشته خودش و میزنید روش. شما توی تلگرام یا هر جای دیگه میتونید آدرس این سرورها رو پیدا کنید. خب من الان آدرس سرور آلفا رو میزنم. خب زدیم. شما این گزینه میذاریم اد سرور تو فیوریت. خب ببین بچه این نوشته الان برای من گفته شما یه بار اینو اد کردید. خب پس هیچی، همینو که زدید اد میشه و تموم. بعد میاید توی همین بخش فیوریت، اینجا هستش الان برای من نوشته آلفا. خب میزنید روش، یه اسم به دلخواهتون میزنید. الان من یک اسم بزنم مثلا مملی. خب بریم تو بازی و ادامهشو براتون بگم. خب بچه ها این اولی نوشته تو کنید پلینگ یونیت. خب بچه ها گفته یه رمز بسازید.
خب یه رمز مثلا من باز میزنم، نه حالا یه چیزی میزنم. خب و گفته آیا اینجا گفته آیا کسی شما رو معرفی کرده. خب میگیم اسکیپ. خب بچه اینجا گفته شما مردید یا زنید. چپی گفته مرد، راستی گفته زن. ما مردیم. خب بچه اینجا میتونید دو اسکین اول انتخاب کنید با این گزینه پریو نکست سلکت. نکست رو میزنیم، این شد. نکست رو میزنیم، این شد. نکست نکست نکست. یه دانی میخوایم همین. خوبه. خب بچه به همین راحتی شما اومدید توی بازی و الان میتونید برید چه میدونم کار کنید، بازی کنید، هر کاری دلتون بود انجام. ممنونم از اینکه تا آخر ویدیو نگاه کردید و اینکه چنل منو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله بغلشو بزنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. به امید دیدار. فعلا خداحافظ.